در زمین لرزه ترکیه یک مرد بعد از نجات یافتن از زیر خانه های شکسته می گوید در حالی که روزها زیر آوار بودم، یعنی در زیر خانه های شکسته بودم، گمان کردم که در قبر هستم و شخصی به من می گوید پروردگارت کیست؟ پیامبرت کیست؟ دینت چیست؟ قبل از زلزله فقط جمعه ها نماز می خواندم، اما زیر آوار زیر خانه های شکسته فهمیدم که آمادگی به مرگ را ندارم و اعلام توبه کردم و از این به بعد نمازهای پنجگانه را خواهم خواند. برادران و خواهران عزیز، این را بدانید که مرگ به سراغ شما می آید و اون زمانی که مرگ می آید و شما آمادگی به مرگ ندارید، سخت پشیمان می شوید. نماز را در وقتش بخوانید برادران عزیز.